السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال: مرد سالهای دراز قدرت به حج رفتن را داشت، لیکن دعوا میکرد که من به حج قادر نیستم. پس حکم آن مرد چیست؟ جواب: البته حج خانه الله بر هر مرد و زن قادر و توانا فرض است. دلیل فرضیت آن از قرآن این آیت است که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و حج این خانه فریضه الهی است بر کسانی که توانایی مالی و بدنی برای رفتن به آنجا را دارند. سوره آل عمران آیه 97. و دلیل از سنت نبوی این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: ای مردم، حج بر شما فرض شده است، حج بکنید. روایت امام مسلم. پس شخصانی که با داشتن قدرت حج را ترک می کنند گناه کبیره کردند و به آنها واجب است که توبه کرده به سوی حج بشتابند. بین اهل علم در این مسئله خلاف نیست، بلکه همه علما حج را برای شخص توانا واجب می دانند.